خوش اومدید به پارت 1 ماینکرافت هاردکور. راجع به نقطه اسپان اون که بخوام بگم، چون به بایوم دارک اوک نزدیکیم، فکر کنم یوجاسب دیگه فقانتایی نداشته باشه، فقط تو حداقل اونجا، چون انقدر اینجا درخت زیاده تقریبا هیچ بابی نمیشوزه. آقا اصلا هر چقدر بیشتر لفت اسپتی مثلا بیشتر طول میکشه. تو 5 پارت اول هاردکور هدفم اینان که یه ویلیج پیدا کنیم، فول آرمور بشیم، بتونیم به ندره بریم. بچه ها من الان دقیقا 23 سنگ دارم. خب بچه ها، الان از اونجایی که هاردکوره اگه سب بشه و از اونجایی که یعنی اصلا واجب سخته حالت ممکنه باید سریع تا گوسفند پیدا کنیم که بتونیم در تخت درست کنیم، که اگه نکنیم هاردکورمون به احتمال 99.99% تو همین قسمت به پایان میرسه. بچه ها تا الان من انواع و اقسام حیوانات رو دیدم به جز گوسفند. بچه ها فکر کنم سرابه، نه جدی سراب نیست، 2 گوسفند. آقا لیتس گو. کجا میری؟ و اینم از تختمون. اویسی بچه ها یه چیزی یادم رفت. آها، تازه به این میگن ماینکرافت اصلا اکشن استافستیم و قشنگ هم میتونیم تازه از بازی لذت ببریم. گوشت مرغ پخته طبیعی قشنگ میشه اینجا یاسمین راه رفت. در این حد اصلا همه تو درخته، من دارم اصلا درخت قدم میزنم، یعنی اینجا یکم بایوم درخته کلا یه کوچولوس بایوم اصلا انگار. بچه هم به یه چیزی برخوردم، اینه که ما هانگنمون داره کم کم تموم میشه و سوختم که نه 10 زغال داریم خدا رو شکر. پس چه یادم ما گوشت مرغ طبیعی داریم. آقا من ینده دیستن چه لحظه زیاد کنه قشنگ ببینیم این دورو. آها ببینید الان که اینجا آمدم پسیبونم، ولی اونجا این بایوم تمام میشه. پس فکر کنم اگه تا اونجا بریم بتونیم به یه بایوم ویلیج خیز برسیم. خب بچه الان قشنگ آقا یه حسیان میگه برم اونجا و کاپرا بکنم، باز آرمون کاپری درست کنم، و یه حسیان به من میگه که نه بابا میام بابا. بچه من نیاز دارم اینجا صدای بازی رو زیاد کنم که وقتی کریپر اومد حداقل بفهم بتونم یه خاکی تو سرم بریزیم. اوکی بچه ها، اینجا دیگه اصلا اوکی. فکر نکنم به خاطر اینکه اینجا نور بوده باشه اینجاها اسپان شده باشه، ولی مطمئنم اونجاها و مخصوصا اونجا اسپان شده به احتمال زیاد. آقا من فقط یه بخش از این کافه ها کرده یه استک و 15 تا، البته 2 تا قبلا داشتم. قرار بود تو 5 پارت اول فول آرمور بشیم، الان تو یه پارت اول داریم فول آرمور میشیم. فول آرمور چیه؟ فول همه چی میشیم. بچه ها اینجا آبه، بعد دقیقا یعنی پشت اینا آبه. اوکی فکر کنم یکم کارمون تو کندن این کاپل ها. یا بسم الله یا ابرجاز. نه بدو من نباید بمیم. بی خیاله کاپرو. قشنگ یه لحظه سکته زدم، قشنگ قلبم اومد تو دهن آهن. خب بچه ها وقتی که کاپرا بپزیم این 9 تا واسه دیدار. خب ما اگه بیام اینجا یه بلاک کاپر درست کنیم، تقد سنیده هایی که من از یوتیوب دارم این باید اندازه 10 تا کاپر شوخ بده، و در صورتی که با 9 تا کاپر ببخشید بچه زغال شوخ بده. آره بالاخره زبانم تحقیق. خب بچه ها الان ما میتونیم یه سلوار کاپری درست کنیم که یعنی یک بخش از 4 بخش فول آرمور شدن اون الان به دست آوردید بچه، و اینم از آخرین تیکه واسه فول آرمور شدن. قشنگ یکی از هدفامون کامل شد بچه. حتی همه آیتمامون هم حتی کاپریه. پس به این معنیه که تو باید سابسکرایب کنی.